سرطبیب صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. شما زنده باشید. احمدی صاحب انشاءالله خوب است. بخیر است. سرطبیب صاحب درد ما بسیار زیاد است از افغانستان، از شفاخانه شخصی و خلاصه از دوا و از همه چیز که بالای کشر از این مملکت که در حالت فقر و بیچارگی است کسی رحم نمیکنه. یگانه دروازه که یافتم که دروازه باز است و خیر و برکت از دروازه شفاخانه شما را یافتم که امروز الحمدلله افتخار دارم که مریضای ما تکلیف ویژه گرفتن اینجا. من مسئول مؤسسه همدردی با فقرا هستم. از شما خواستار امی هستم که چه میتونید این عرصه با فقرا و مساکینی که با ما اینجا معرفی کنیم، چه کاری کردن میتونید با ما؟ جناب ایوبی صاحب بسیار خوش آمدید به شفاخانه. من دکتر عبدالغفار امین هستم، متخصص جراحی و سرطبیب شفاخانه رحمت و نمایندگی خودم و وکالت از جانب حاجی صاحب محب که مالک از شفاخانه هستند برای شما به اطمینان میتونم. حاجی صاحب محب خودشان هم یک بنیاد خیریه داره، بیشتر براتون تشریح کرده بودم. او آدم بسیار طرفدار از است که این فقرا باید کمک کنند. دیگه ما از طرف شفاخانه به شما وعده میدیم که در تمام عملیات ها با پروسیجرهای ما گرچه ما برای دیگه در فیصد و 20% تخفیف در نظر بگیریم، برای مریضای شما ان شاء الله 30% در نظر بگیریم تخفیف که او هم زیر نرخ شفاخانه‌های دست اول شهر کابل که اونا خدمات ارائه میکنن زیر نرخ از اونا 30% ما ان شاء الله برای مریضایتان تخفیف در نظر میگیریم. اگر احیانا یگان مریض باز هیچ توانمندی نداره، بازی را ما معرفی میکنیم با بنیاد خیری خود جناب آقای صاحب محب، اونا تمام مسائلش هم ان شاء الله میپردازن. بسیار زیاد خوش آمدین به شفاخانه. ما هم همین شفاخانه رحمت هدف اساسی خدمت به مردم بیچاره و غریب است. به همین دلیل هم مثلا حاجی صاحب همین گوشی از شهر کابل انتخاب کردن، اگر در داخل شهر کابل امکانات زیاد بود که اینا زمین هم داشتن همین شفاخانه جور بکردن، ولی به دلیل از اینکه این ساحه یک ساحه گوشه بود، در این ساحه در بلاک ها مردم فقیر و بیچاره زیاد زندگی میکردن، همین گوشه را اختیار کردن و تقریبا یک سرمایه بسیار انگفت از سرمایه گذاری کردن. شفاخانه را به استانداردهای بین‌المللی ساختن که معادل از شفاخانه در سطح افغانستان دیگه نیست، ولی هدف اساسی شده است خدمت شما برآورده. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. تشکر میکنیم از خودت و همچنین از جوز محب تشکری میکنیم که برادر عزیز سرمایه با عزت در خدمت مردم فقیر است. تشکری میکنیم عزیزا و دوستای عزیزی که شما در سفر را دنبال میکنید. شفاخانه رحمت در خدمت شما قرار داره از طرف جناب مؤسسه خیریه همدردی با فقرا که من استاد ایوبی در خدمت فقرا قرار دارم. شما میتوانید که به این شفاخانه مراجعه بکنید، با ما به تماس باشید و این شفاخانه با تمام امکانات در خدمت شما هست. انشالله دیگه امید به این داشته باشید که اگر شما پول داشتین و یا نداشتین ما را در جریان بگذارین. شما بخصوص مریضایی که فقیر و بیچاره و ناتوان است، چه به سطح ولایات افغانستان هستین و در شهر کابل هستین، این شفاخانه با تمام امکانات در خدمت شما است. و سپاسگزاری و تشکری میکنم از این تفاهم‌نامه که با ما امضا کردن. از جناب سرطبیب تشکر میکنم، از جناب احمدی صاحب برادر عزیزمون یک تشکری میکنم.